سلام رفقای گل، حالتون چطوره؟ آقا من یک ماهی نبودم، گفتم از فرصت تعطیلات استفاده کنم یه خورده زندگی شخصیمو سر و سامون بدم. ولی به هر حال خوشحالم که اینجام و دلم براتون تنگ شده بود و امیدوارم که دل شما هم واسم تنگ شده باشه. ولی خب به هر حال مثل همیشه برگشتیم که بریم سراغ دوبله‌های جذاب. ویدیوی امروز یکی از ویدیوهای قدیمی‌تر مستر بیسته. جیمی یه ترن هوایی توی شهر بازی واسه یه روز کامل اجاره کرده و دوستاش قراره تمام روز تو این ترن هوایی باشن. آخرین کسی که پیاده بشه $20,000 گیرش میاد. بریم سراغ ویدیو. آخرین تیمی که از این ترن هوایی پیاده شه $20,000 میبره. کریس کاپیتان تیم آبیه و چندلر هم کاپیتان تیم سفید. تیم چندلر جلو میشینه و تیم کریس هم عقب ترن. چندلر به نظر تیمتون میبره؟ شک نکن. ایتره کنیم. به نظرتون میبری؟ کریس مطمئنی؟ 100%. ببینیم چی میشه. خب ترن رو راه بنداز، بفرستشون برن. ایتره کنیم. خب بچه‌ها ببینم چی کار میکنید. $20,000 پوله ها. کریس 20,000 تا رو میخوام ببری یا کلی چیز میتونی باش بخری. خیلی خفنه. عجب حالی میده. عجب سرعتی بزن. خب بچه‌ها این دور اول بود، نظرتون چیه؟ بهترین حس زندگی. از ترن هوایی خوشم نمیاد. حالم بد میشه. یعنی دو دوره دیگر رو دووم میاری؟ نمیدونم، شاید یه 10 دوری بشه. دور اول چطور بود؟ خیلی خوب بود. به یه استراتژی رسیدیم که چجوری ببریم. خب بریم سراغ دور دوم. بچه‌ها دور دوم آتیش شد. من کار خرابی کردم. موجام داره در میاد. چه خبره؟ من که از الان خیس عرق شدم. تصمیم گرفتم که فیلمبردار شخصی تیم آبی بشم. اوضاع چطوره؟ همه چی خوبه. فهمیدیم چی کار کنیم. میتره کنیم. وای سادی. چه این که همون قبلیه. واقعا سریعتر شده یا فقط من دارم حس میکنم؟ داداش این دوره چون خیلی آره منم موافقم، انگار از حالت عادی سریعتر آره بود. خیلی سریعتر شده. میگم خانم شما سرعت رو انگولک دادی؟ دوباره بریم دوباره. ای والا دوباره داری میریم. خب اینجا رو صاف میریم. این رواله. برو دردم اومد پسر، خیلی دردم اومد. قطعا من اولین نفری میشم که تو ترن هوایی بهش خوش نمیگذره. پوکر فیس داره. فکر کنم همتون دیدین که چقدر بهم خوش نگذشت. خب چیزی نموند یه دوره دهم شروع بشه. نکن بچه. چه حسی دارید الان؟ حالم بده، باسنم درد میکنه. کدوم لپو میگی؟ لپ چپم. مهم اینه که راستی خوب باشه. آره بچه‌ها سختی این چالشه فقط اون استرس ترن هوایی و مثلا ترس و اینجور چیزا نیست. اون بعد از 3-4 دور میریزه ترسش. سختی اصلی اون حالت تهوع، صندلی سفت و اینجور چیزاست که باید تحملشون کنی، وگرنه استرسه که میریزه دیگه، ترس نداره بعد از چند دور میکنه. کدوم لپو میگی؟ لپ چپم. مهم اینه که راستی خوب باشه. الانه که دور دهم شروع بشه. آره فکر خوبیه. آره بابا پاشو بیا این پشت، بیا دور همین خوش میگذره. خانم لطفاً دور بعد شروع کن، الان رفاقت‌ها به هم میخوره. جیکو گرفتم بچه‌ها، خیلی داره تکون میخوره. کارلوس کار تالیه. گرفتمش خیلی داره تکون میخوره. چقدر روشنه. گرفتمش داره میاد. میخواد یکم استراحت کنید؟ متاسفانه نمیشه. بریم دور بعد. شرمنده اخلاق ورزشیتون خوش بگذره. رفقا خسته نباشید. امیدوارم این 2 ثانیه استراحت خوش گذشته باشه. بریم دور بعدی. میخوام تا نفس دارم تو ترن هوایی بگم آره پسر. حالا چند تا چالشو بردی؟ از لحاظ فنی 3-4 تاست، چون 2 تا تیمی بردم و 2 تا انفرادی. تو چند تا بردی؟
تو چی؟ یک. کدومشو بردی؟ ترد آره، میله. راست میگی. آره. شما هم هنوز نبرد. نه، این یکی رو من تا باید حالا تیمی چیزی ببرید. نبردم. حتی این دوست فیلم برداریمون هم تا حالا چیزی نبرده. شرمنده نبردم، ولی قسمت همه نشد رو تلاشمو کردم. تسلا رو همه ببریم. تلاشمو جک کردم. تو چند تا چالشو بردی؟ دو به دونه. نظرم اون تخمه مرغی شانسی بود، حساب نمیشه. پس یه دونه بردی. تو هم فکر کنم 2 تا بردی. تو چی تا حالا من چیزی بردی؟ برنده نشدم. شما هیچی چطور؟ برنده اون تیم نشد. تا حالا 6 تا چالش برده، شما فقط 2 تا بردید. تازه یکیش هم شانسی بود. خب اون پشت 2 نفر بیشتر تو چالش شرکت کردن، کافیه یا بازم اونا بگم؟ میگن نسبت به تعداد چالش‌ها باختتون زیاد بوده. ولی تجربه‌مون بیشتره، خیلی باشه. بیشتر. خیلی خوب من میرم بچه. نه کجا؟ باید برم. انگار چندلر جون حالش بده. چندلر جون بودی الان. مشکل چیه جوون؟ یکم سرم گیج میره. میدونی اینجور موقع حالم یعنی بد تیمتو میشه. ول اصلا میکنی؟ نمیتونم. چندلر اگه بیای بیرون باختیه. خیلی خوب. بچه‌ها چندلر از بازی رفت بیرون. حالا تو تیم سفید فقط 3 نفر باقی من بیام جلو موندن. بشینم؟ چندلر تو اولین نفر اومدی بیرون. اگه تیمت ببره آره. عذاب وجدان نمیگیری که 5000 تا پول مفتی گیرت میاد؟ نه بهشون گفتم که فقط 3000 تاشو برمیدارم. آها پس اگه اینجوریه که دمت گرمه بابا ردیفه. آره اونا 6000 تا میبرن. معامله خوبیه. من انتخابشون کردم چون تازه مربی میخوای منم. تشویقشون کنی. آره. نظرتون راجع به رفتن چندلر من چیه؟ جالیم چون جا باز چندلر شد. یه چند تا بچه اونجان که فکر میکنن خاک دوست سرت میخوان باید حرف بزنن. همه شعار میدادن چندلر خودش افتضاح. اینجاست چرا؟ دیگه، به خودش بگید. کارمون بود، ایده خودش بود. چندلر افتضاحی، چندلر افتضاحی. شما راحت باشید، برید دوراتون رو بزنید، برید. بچه ها نه تنها شما تو این چالش هستید بلکه آقای فیلم بردارتون هم هست. پس اگه بردید فیلم بردارتون هم $3000 گیرش. پس فیلم بردارا هم بازی. مرسی. بچه‌ها بهم تیشرت آبی دادن. حالا عضوی از تیم آبیام. آره دیگه این بدبخت هم تمام مدت تو ترنن، یعنی حتی اگه بازیکن‌ها هم کنار بکشن اینا نمیتونن کنار بکشن چون شغلشونه، باید وایسن و فیلم برداری کنن. و واقعا منطقی تره که اونا هم تو جایزه سهیم باشن و یه چیزی گیرشون بیاد که مستر بیست به اینم فکر کرد. چه بچه خوبی. بچه‌ها بهم تیشرت آبی دادن. حالا عضوی از تیم آبیام. پس قراره قطعا ببریم. ای بچه ها اسب بزنید چی شده؟ چندلر چندلر رفت باخت. بیرون. آره. میخواد یکم پنکه است؟ مرتوب بشی؟ آره دمت گرم. خیسم کردی. منم تو میخوام. لازم نکرد. وای. این دفعه تصمیم گرفتیم تا از تونل خارج شدیم نفسمون رو تا آخرش حبس نگه داریم. حالا خب نفسشو حبس کرده. اگه بخواد میتونه نفس بکشی یا های بچه‌ها کلیسا از دست دادیم. تونستم. بچه ها کی بالش میخواد؟ من میخوام. باشه داداش داری میمیری تو؟ خوبی؟ نفسمون رو حبس کرده بودیم. اینجا خب نفسمون رو حبس تیمشو کرده به بود. کشتن بچه ها میداد. واسه بالش یه مسابقه میخوایم بذاریم. یه عدد بین 1 تا 100 بگو. 76 تو هم بگو. 17. 12 6 63 54 آقا سگ تو ضرر به همتون بالش میده. چشماتونو ببندین خیلی حال میده. حال نمیده چشاتو ببندید گفتم منم یه بار دیگه با بچه ها سوار شم. سلام بچه‌ها. تازه چندلرم با هم اومد. تیم آبی اون عقبن، منم جزو هیچ تیمی نیستم. احتمالاً یه تیم برای خودم بزنم، تیم زرد مثلا. تیم آبی تعدادشون بیشتره ولی تیم سفید جیگرشون بیشتره. ببینیم چی کار میکنن در نهایت. بچه‌ها انگار جیمی رفت بیرون. مثل اینکه تیم زرد باخت. آره. نبضشو چک کن. زنده ای؟ نمردی؟ چه خبره؟ زنده است. چی؟ الان خوبی؟ خیلی خوب. مارکوس فرض رو برای میذاریم که خوابیده. امیدوارم خوابیده باشه. برامون کری نمیخونن، چیزای خوب میگن. ای لبخنداتون خیلی قشنگه. ممنون. از همسرم بهم رسیده. آره. لباس آبی بهت بیاد. ممنون. لباس سفید به تو هم میاد. دمپایای گوچی چقدر قشنگه. ممنون. تو لیاقت هر کسی رو داری. بوی گل میمون میدی. فکر کنم واقعا رد دادن. دیگه رسما پاره شدم. بیا کشمون. من دوز دریایی ام. وای چقدر سری میره. سرعت مجازیتاست. ما همه اینجاییم. اونا فقط 3 نفرن. 1 ساعت بعد
بچه 1.5 ساعت دیگه هم گذشت. میخوام باهاتون مذاکره کنم. یکی از اعضای تیمتون رو بدید بره. حاضرید یکی از اعضای تیمتون رو جابجا کنید؟ کریس نظرت با مارکوس چیه؟ در حال مذاکره. حاضرید به جای جیک کیو بدید؟ فکر کنم یکم پرس همرامه. راستین چند درصد ممکنه همین الان بری؟ الان بهترین شانسه که تعدادتون برابر بشه. اگه 20,000 تا رو میخوای باید ریسک کنی دیگه. من پایم. باید ایستاده ببینم. با شماره 3 یه عدد بین 1 تا 10 انتخاب کن. تو هم همینطور. اگه عدداتون یکی باشه حذف میشی. اگه متفاوت باشه تو میمونی و همین بازی رو با اون میکنی. اگه عددها یکی باشن تایی از بازی میره بیرون. 1 2 3 2 ای وای. نظرت چیه منو تو انجامش بدیم؟ خب بچه یه بار دیگه میریم. یادتون باشه یه عدد بین 1 تا 5. این دفعه با کریس. 1 2 3 2 تو که چیزی نگفتی. دستمو بردم بالا اونجا چی دیگه. نوشتی؟ نوشته 1. اون از قبل عدد رو نوشته بود. درسته. به زودی دوباره ترن رو راه میندازیم. تایی داداش چه حسی داری کسب شدی؟ خب مطمئنم که برنده میشیم. من به بچه‌ها ایمان دارم. هنوز میتونی برقصی؟ معلومه که میتونم. ببینم. چیه خوشت اومده؟ آقا نفر بعدی که پیاده شه من $1000 بهش میدم. هر کی میخواد باشه. بچه کسی $1000 رو نمیخواد؟ اشکال نداره چون تا اونجایی که من میدونم 5 از 1 بیشتره. باشه بریم دور بعدی. $1000 پول تضمینی بوده خودتون نخواستید. باشه. آقا سگ تو ضرر. هر کی پیاده شه $2000 بهش میدم. بچه خدایی پیشنهاد خوبیه دیگه. $2000 گیرت میاد، تازه واسه رفیقت هم جای بیشتری میمونه و احتمال داره که ببری. من که جام خوبه. داری میری؟ قبول کردی؟ قبول کرد. بیا بیرون $2000 تو بگیر. خوش اومدی. خیلی خوب داستی همین الان $2000 برد. ای جان جا وا شد. چه سی داری الان؟ روحی هم داغونه دیگه، نمیتونستم بیشتر از این تحمل. بچه‌ها براشون سواله که تو چشمم داری؟ آره. باریکلا. تیم آبی الان 3 نفر است. تیم سفید 2 نفرن ولی خب جاشون بیشتر و راحت تره. آره. تا اینجا اون بالای صفحه تعداد دورایی که زده بود این ترنه رو مینوشت ولی دیگه انقدر طول کشید که از دستشون در رفت. الان دیگه فقط قضیه استقامتیه. هر کی بیشتر دووم برد. آره. کریس آدامس میخوای؟ نه آره تا برمیگردیم نگهش دار. اون بچه میخواد به ما آدامس بده. یاد باشه بگیریشا. گرفتمش. هیول یا آدامس بابت گرفتم. آدامس ممنونم بچه. اون عاشقانه یکی به منم بده. آدامسش خیلی خوبه. وای یاره این خوشمزه ترین آدامسیه که تا حالا خوردم. ای جیمی یه بچه بهم آدامس داد. کاش اینجا ورق داشتیم، مونوپولی، یه چیزی بازی میکردیم. ای آدامس تو میخوای پس بدی؟ بیف جرکی میخوای بهت بدیم؟ آره. آره یه چیزی سفارش دادیم این دفعه بهمون جرکی میدن. بچه‌ها کریس تو ترن هوایی با یکی دوست شده. هی اونجا را اون جرکی داره. بچه بیف جرکی یه نوع خوراکی حالا که تو ایران خیلی نیست، یه جور گوشته. هی اونجا را اون جرکی داره. خودمون انداختیم تو دردسر. حالا هر بچه‌ای میخواد یه چیزی واسمون پرت کنه. ایده خوبی نیست، مخصوصا الان که تو ترن هوایی. نه اگه این بار با یه دستگاه ایکس باکس برگردیم چی؟ بچه‌ها ما ایکس باکس گرفتیم. خب شما چیزی میخواستید بگی؟ میخوایم مارکس رو با جیک تاق بزنیم. مارکس و جیک با هم برن بیرون. اونا میخوان مارکوس رو با جیک جابجا کنه. نه. جیک میگه نه، گور پدرتون همینه که هست. شبیه مایک گنگستر تو سریال آفیس شدم. اسکرانتن چه خبرها؟ گرت تو هم شبیه دوایت من شدی دوایت نه؟ نیستم. چرا هستی؟ های کریس چیکار میکنی؟ من دیگه نیستم. نه رو باید بمونی. نه. کریس چیکار میکنی؟ کاملا به مارکس و گرت اعتماد دارم. شک ندارم از پسش برمیام. اگه بری بیرون ممکنه همتون $20,000 رو ببازید. بوم. خب رسمی شد. حالا هر دو تیم با هم برابره. بازی تمومه. برات برنده میشین. دیگه داشت حالم واقعا به هم میخورد. این ترن هوایی واقعا داغونم کرده. میدونستم 2 تا هم تیمی خوب دارم. گفتم بیام بیرون و اونا از تواناییشون استفاده کنن. ایمان دارم که از پسش برمیان. تیم آبی و 4 نفر مونده. خب آقایون همه چی خوبه؟ همه چی امن امانه. فضای بیشتر چه حسی داره؟ حس فضای بیشتر داره. ای مامان اگه میخوای بدونی چرا امروز اصلا بهت پیام ندادم اینجا بودم.
وای مراقب باش، پاتو بذار تو. ترن هوایی گرت رو دیوونه کرده، پاک از دستش دادیم بنده خدا رو. بچه ها میخواد شهر بازی رو ببندن. داریم بحث میکنیم، داریم در موردش فکر میکنیم. من میگم سنگ کاغذ قیچی کنید. آره تیم سفید میگه بیاید سنگ کاغذ قیچی بازی کنیم. باشه بریم سراغش. باشه بزن بریم. خب بچه‌ها رفتیم واسه یه سنگ کاغذ قیچی $20,000. بچه‌ها در واقع میخوان شهر بازی رو تعطیل کنن. ما تمام روز اینجا بودیم و راهی به جز سنگ کاغذ قیچی نمونده. ولی فکر کن این همه از صبح تا حالا بدبختی کشیدی، دووم آوردی که حالا بخوای با یه سنگ کاغذ قیچی ببازی. خیلی بده. من بودم اون آدم سابق نمیشدم دیگه. با مس سرویس قطع رفاقت میکردم. و راهی به جز سنگ کاغذ قیچی نمونده. خب بریم تو کارش بچه‌ها. خیلی خوب، سنگ کاغذ قیچی. برگردید نشون بدید. ازم بریم. سنگ کاغذ قیچی. تا الان که مساوی هستید. همه چی الان مساویه. مساویه. سنگ کاغذ قیچی. الان تیم سفید یه امتیاز جلو افتاد. بچه اگه بعدیو ببازید $20,000 پس. ریسک خوبه، میتونیم برنده اوکی. بشیم. شما فعلا جلویید، 20,000 تا تو جیبتون. آدرنالین الان از چند کل نگاه ترن کن، هوایی تشویقت بیشتر. میکنن. چندلر تا حالا نبرده. سنگ کاغذ قیچی. بچه ها واقعا شرمندم تمام روزو معطل بودید. این 20,000 تا خدمتتون. چندلر بین بچه ها تقسیم کن. سهم داستین یادتون نره. بیشترش $100 بین خودتون تقسیم کنید. بچه ها دارن تشویقتون میکنن. تیم سفید. خب بچه ها با پولی که بردید میخواید چی کار کنید؟ ما که میریم بولی. بچه میشه لااقل تیم مقابلم با خودتون ببرید؟ گناه دارم بدبختو. حداقل کاریه که میتونید بکنید. باشه میخوایم بازم سوار شیم؟ آره؟ نه چندلر این دومی بردته. 2 تا پشتم جدی؟ دبل کردم. وای ما یه چندلر جدید داریم اینجا. واو. خب رفقا مرسی که تا آخر ویدیو با من بودید. امیدوارم لذت برده باشید. امسال علاوه بر دوبله های مس سرویس براتون دوبله های بیشتری میذاریم، چه روی یوتیوب چه روی وبسایت. داریم تیممون رو گسترش میدیم که بتونیم ویدیوهای باحال بیشتری براتون تولید کنیم. خلاصه که دمتون گرم و تو ویدیوی بعدی میبینمتون.